به نوشته خبر آنلاین، کتاب استاد عشق خاطرات و زندگینامه پروفسور حسابی که برای ایرج حسابی پسرشون نقل کردند. این کتاب بعد از فوت ایشون به چاپ رسیده، چون اجازه چاپ اون در زمان حیات داده نشده بود. این زندگینامه و خاطرات که بر اساس کتاب استاد عشق تنظیم رادیویی شده، در اصل شامل روایت‌های یک فرزند از زندگی پدر همراه با نقل قول‌هایی از پدر هست که در 7 قسمت 20 دقیقه‌ای از امشب تا جمعه 5 خرداد با صدای بهروز رضوی در برنامه کتاب شب رادیو تهران خونده میشه. دانشمند کشورمون در این خاطرات جزئیاتی تکان دهنده از مهاجرتش به بیرون و تلخی‌های رها شدن در غربت و تنهایی به دستور پدری که شیفته نزدیک شدن به دربار شاه بود و سختی‌های کار کردن در خیابان‌های بیروت، حتی باربری و رانندگی تاکسی رو روایت کرده.